چی جوانی فروتن در این ماه مبارک مسجد را تازه میکند تا که نمازگزاران در جای پاک عبادت نمایند. شاید او نیز از نیازمندان باشد. من میتوانم زکات مالم را به او دهم و هم او را دستگیری کنم، هم ثواب بزرگ میگیرم. دوستم میبینی؟ میخواهم زکات مال ما همین جوان را بدم تا که رضاگی خدا را به دست آورم. کاری ثواب میکنی برادر. خیلی نظر جانم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی برادر؟ شکر احمد که تشکر. برادر من میخواهم زکات مالم را به تو دهم. تو مسجد را تازه میکنی تا که مردم در پاکی آمده عبادت کنند. این بسیار کاری ثواب است. میخواهم تو را دستگیری کنم. زکات مال چنده که؟ $25,000 است. من زکات مالم را میدهم که $1,000,000 است. هیچگاه شخصی را از روی ظاهر قضاوت نکن. چیزی که ما میبینیم نه همیشه حقیقت پوره است. آدمان را از روی عمل و نیتشان قضاوت کنید، نه از روی ظاهری آنها. خدمت به مردم و مسجد نشانه فروتنی است، نه کمبخلی. پیامبر اسلام درود بر او و آلش می‌فرماید: حج عمره تا عمره دیگر کفارت گناهان می‌گردد و حج قبول گردیده پاداشش جز جنت دیگر چیزی نیست. شما آرزوی خانه خدا را دارید؟ شرکت زمزم شما را با راحتی کامل و نرخ‌های موافق به حج عمره می‌برند. ویزا، چیپتا و مهمانخانه، راهبردی با تجربه، خدمت رسانی با صفت، سفرهای انفرادی و گروهی. حال تماس گیرید و سفر مقدس خود را فرمایش دهید. سفرها از روسیه، تاجیکستان و ازبکستان. معلومات بیشتر را شما میتوانید از رقم‌هایی که در روی نوار است دسترس نمایید. اگر شما از نام دوستتان صدای امید مراجعت کردید، حتما به شما تخفیف کرده و خدمت خوب میرسانند.